اوه اینجا یه جونور الان اینجاست. این چیه الان آیه که الان من میتونم اینو بگیرم و نشون بدم به شما. حالا اگه بعد فکر می‌کنم میشم در واقع با محیط زیست اینا مشکل داشته باشم. الان یه جونور عجیب غریب اینجا و جلوی من دوربینم هم نمیتونه بگیرتش، الان داره میاد اینجا. این ایزی و خیلی راحت. نه خواستم نشون بدم من بعد میگم آقا نه این با حیوانات مشکل داره، با جونورا مشکل داره. این صحبت من ترسیدم دست بهش بدم. آقای کیروش خیلی خیلی مبارک باشه. ما حتی صدا بعد بچه‌ها لطف کنن که سونو کنن که ما هم بشنویم اینجا که چی میگن، یعنی آقای آریان که صحبت میکنه. خیلی مبارک باشه و تبریک میگیم به شما. Once again my it's my pleasure to be here and special to be with Nuri. Such a successful coach. واقعا باعث افتخار من هستش که اینجا حضور دارم، مخصوصا با مربی بسیار موفقی همانند آقای نوری و در خدمت شما هستیم. کاری که این فصل تو انجام دادی الکس واقعا فوق‌العاده بود. ما پیگیری می‌کردیم کارتو. بذارین چند کلام راجع به بازی صحبت بکنیم. برد یا باخت جزئی از بازی هستش، ولی بذارین یه صحبت کوتاه راجع به بازی انجام بدیم. خوشبختانه امروز بازی فوق‌العاده‌ای رو انجام ندادیم، ولی دیسیپلین بالایی داشتیم و تمرکز بسیار بالایی رو شاهد بودیم. مخصوصا دیسیپلین گروهی که داشتیم واقعا در حد استانداردهای تیم ما بودش. two games, we like it or not, it's two games today to win the game and the qualification is very difficult to manage. همونجوری که میدونید ما امروز دو بازی انجام دادیم، هم بازی رو بردیم هم صعود کردیم. در حقیقت این دو اتفاق امشب افتاد. The most important thing it is we got the result and we win, we are in the World Cup. مهمترین مطلبم همین هستش عادل که ما نتیجه رو به دست آوردیم و ما الان داخل هستیم. ما صعود کردیم به جام جهانی و این مطلب خوشبختانه به ما این اجازه رو خواهد داد که آماده سازیمون رو زودتر و دقیق‌تر شروع بکنیم. فقط بار دیگر ما احتیاج به حمایت مناسب داریم. الان ما دیگه دو گزینه داریم. یا به عنوان یک توریست در جام جهانی حضور خواهیم داشت، یا با یک هدف دیگه به جام جهانی صعود خواهیم رفت و اون هدفمون حضور موفقیت آمیزی در جام جهانی خواهد بود. من فکر میکنم تمام هواداران خوب فوتبال ایران موافق من باشن که ما از فردا باید شروع بکنیم به برنامه ریزی فقط با یک هدف درون ذهنمون و این صعود به مرحله دوم جام جهانی هستش. از جانب خودم و کل تیم، از تمام هواداران و اصحاب رسانه که از تیم ملی حمایت کردن تشکر میکنم. اون افرادی که به ما اعتماد کردن، به ما اعتماد به نفس دادن و تصمیماتی رو که ما گرفتیم حمایت کردن. و من فکر میکنم کل کشور ایران و همه ایرانیان امروز افتخار کردن از عملکرد تیم ملیشون. و الان زمان این هستش که بعد از فداکاری‌های بسیاری که بازیکنانشون دادن از اونها تشکر بکنیم. افتخار و تحسین دو کلمه ای هستش که ما باید در حال حاضر از اون استفاده بکنیم برای ارج نهادن به دستاوردی که این تیم به دست آورد. یه بار دیگه از نوری، از ایشون تشکر میکنم برای حضورش امروز و براش در فصل آینده در بوندسلیگا بهترین آرزوها رو دارم.
I hope you can also have a couple of Iranian players. امیدوار هستم که بتونی یکی دو تا بازیکن ایرانی هم در تیم داشته باشی. Because they deserve it. به خاطر اینکه اونها استحقاق حضور در اونجا رو دارن. Thank you very much. تشکر میکنم آقای کیروش. این پیراهن الان پیراهنی که همراه آقای کیروش هست چقدر خیس این. بعد اینو شماره 4 زدن روش به عنوان اینکه فکر کنم 4 بار آقای کیروش به همراه 4 تا تیم من اینو بگیرم 4 تا تیم مختلف تونستن به جام جهانی صعود کنن. درسته آقای کیروش؟ Yeah, absolutely. بله کاملا. Only one coach qualify 4 times for the World Cup was Winterbottom, is English coach. فقط یک مربی عادل یک مربی تونست 4 بار به جام جهانی صعود بکنه. آقای وینترباتر بود که الان متاسفانه آقای وینترباتر انگلیسی که فوت کردن متاسفانه به رحمت خدا رفتن. That can reach that result it is also Oscar with Uruguay. و تنها مربی دیگه ای که تونست به اونجا برسه آقای اسکار اوروگوئی بود. Oscar only qualified only one national team, not different national. البته آقای اسکار تنها یک تیم ملی رو 4 بار تونست به جام جهانی باهاش صعود و تجربه بکنه و اون تیم ملی اوروگوئه. And I use this opportunity also to wish him the best because in this moment, as everybody knows, Mr. Oscar Tabarez is sick. برای آقای اسکار تابارز هم بخوام آرزوی سلامتی بکنم. همونجوری که همتون میدونید متاسفانه مریض احوال هستن. مربی بسیار فوق‌العاده‌ای هستن ایشون آقای اسکار تابارز. یکی از الگوهای من، یکی از معلما و اساتید من بودن ایشون. و واقعا امید دارم که ایشون از سلامتیشون رو مجددا به دست بیاره و اوروگوئه رو با اوروگوئه صعود مجددی رو به جام جهانی تجربه بکنه. ما 2-3 دقیقه دیگه بیشتر مزاحم آقای کیروش نمیشه. حالا من اصلا امشب ساعت 12:30 بند نمیرم. مردم خونه هستن ریختن بیرون که شادی کنن. جامعه آماری نسبت به مخاطبین برنامه نداریم. چقدر الان دارم دکور رو میبینم خوشگله اینجا تو بکمون خوشگله. یه تشکر از آقای اشکپوست هم من بکنم. بعد نکته بعدی اینه که سوال اس ام اس ما بچه‌ها براتون زیرنویس می‌کنم. ما درباره بهترین بازیکن امشب پرسید. اول می‌خواستیم بگیم آیا ما دور بعدی جام جهانی صعود می‌کنیم؟ دیدیم خیلی جوگیرانه است. هممون هم جوگیریم الان. بعد میگیم آی تیم ملی میره دور بعد گفتیم بذار یکم گروه معلوم بشه بعدا از این جو بیایم بیرون. بعدا این سوالو می‌ذاریم که ما اما فکر می‌کنم این تیم آی کیروش قطعاً این لیاقت و شما و این تیم این لیاقت رو دارید که با این تیم منسجم دوست داشتنی متحد که همه بازیکناش پشت همدیگه هستن، یه نفر جیک نمیزنه رو نیمکت میشینه. این تیم قطعاً شایستگی اینو داره که به دور بعد صعود کنه. فکر می‌کنم الان ما باید هدفمون به دور بعد جام جهانی باشه. I really did not understand correctly. Coach, Adel says our goal should be to. Yeah. This is the only reason we should be here because, as I said, the Iranian is the second time they qualified. If we keep the same standards of آقای عادل تنها دلیلی که ما اینجا هستیم دقیقاً به خاطر همین هدف است. این دومین بار هستش که داریم پیاپی به جام جهانی صعود میکنیم. اگر نخواهیم استانداردهامون رو ببریم بالاتر در حقیقت به جایی نخواهیم رسید. فقط یک راه هستش که اگر بخوایم در آخر متفاوت باشیم و اون راه این هستش که اگر بتونیم آماده سازی متفاوت و بهتری داشته باشیم. اگر بتونیم یک آماده سازی، یک دوره آماده سازی مناسب و بهتر داشته باشیم، مطمئنا عملکرد بهتری میتونیم داشته باشیم. اما اگر بخوایم همون کارهای قبل انجام بدیم در جا خواهیم زد. با دیگه وقت آقای کیروش رو زیاد نمیگیریم. من تشکر ویژه فکر می‌کنم از طرف مردم ایران رو به شما ابلاغ میکنم. فراز و نشیب زیاد داشتید شما در دورانی که به عنوان سرمربی تیم ملی بودید، ولی این تیم حمایت همه حتی منتقدان شما را هم به همراه داشته. من از طرف کل مردم ایران از شما تشکر میکنم. روتونم میبوسم. اشکال نداره اگه میخواد به من بگن، قبلا به هم میگفتن کیروشی پور، حالا اگه بگم بازم بگن اشکال نداره. الان تیم رفته جام جهانی هیچ اشکالی نمیشه. الان همه اونایی که منتقدان بودن خودشون یه پا کیروشی پور هستن روشون نمیشه که بگم. من از شما تشکر. من یه صحبتی نداری من بعد شما رو میبوسم و خداحافظی میکنم. Don't worry. It's not a bad name. آقای فردوسی پور اشاره میکنند که
I think just to این یک اسم بدی هم نیست، first یعنی of all, لقبی که بدادین لقب بدی هم support نیست. you always give to the national من team. باید از حضرت عالی تشکر بکنم به خاطر تمام And, حمایتی که شما همیشه از تیم ملیتون کردین. It's not possible to make everybody agree with the same ideas and with the same plans. واقعا Disagreement is part of life. این امکان پذیر نیست که همه موافق کارهای شما باشن. بعضی اوقات نظرهای مختلف هم قسمتی از But زندگی هستش. is my wish and my desire ولی that آرزوی من، مطلبی که من واقعا with this آرزو دارم World Cup اتفاق بیفته qualification این هستش که با این صعود به جام we can جهانی bring Iranian football together and ما united. بتونیم اتحادی در فوتبال ایران داشته باشیم و همه در کنار هم باشیم. Learn to disagree with agreements. یاد بگیریم که اگر نظرات متفاوتی داریم always- باز به هم دیگه Always احترام try to بذاریم، put football of Iran moving forward. ولی همیشه سعی بکنیم فوتبال ایران رو به جلو حرکت بدیم. With my players, I have a very simple statement with them about every single game. یک صحبت خیلی ساده ای همیشه با بازیکنان راجع به بازی ها دارم. I always tell my players a very single thing, simple, which is it is our duty همیشه بازیکنان میگم In این each game وظیفه ماست هستش put که this در shirt تک تک بازی ها higher جایگاه پیراهن better مقدس تیم ملی ایران رو در جایگاه بالاتری قرار بدیم و در جایگاه بهتری قرار بدیم. I hope that Iranian football united امیدوارم فوتبال ایران اتحاد داشته باشه can reach the dreams of the people و and متحد make بتونیم football به progress. آرزوهای مردم ایران Because the passion is جامعه there, تحقق بپوشونیم. the talents are there. به خاطر اینکه استعدادها در ایران موجود هستش و وجود داره. We just need to ignite the button ما فقط باید اون دکمه that together we can do it. ایمان و اتحاد رو بزنیم و ایمان داشته باشیم که در کنار هم دیگه میتونیم به Thank you. هدفمون دست خیلی پیدا کنیم. ممنون. انشالله همیشه کارلوس کیروش اینقدر سر حال باشه، دیگه با کسی هم مشکل نداشته باشه و انشالله تا جام جهانی سال دیگه این موقع تو جام جهانی ما شاهد صعود تیم ملی به دور بعد باشیم.